رسول صلی الله علیه و سلم تعلیم داد مایا. حدیث صحیح مسلم اومده که حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، عایشه رضی الله عنها میگه که وقتی که نوبت من بود میگن رضی الله تعالی عنها، رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که شب شد، ظلمات یعنی تاریکی شد، من چی میکند آهسته، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم دونست که عایشه رضی الله عنها خوابن، یعنی بیزاد چی نکنم، بیدار نکنم، گفته آهسته خونه برآمده رفت. و عایشه رضی الله عنها از قفای رسول صلی الله علیه و وقتی که اومده میگفت رسول صلی الله علیه و کجا قبرستان، یعنی بقیه غرقت، قبر بقیه اومده کمتر استاد. چون المهم قصه طویله و عایشه رضی الله عنها میپرسد که رسول صلی الله علیه و سلم اگر قبر به که رفته چی گویم؟ گفته گیده چی گفت رسول صلی الله علیه و سلم؟ هم دعای تعلیم بود. قولی السلام علیکم اهل القبور من المؤمنین والمسلمین ان شاء الله بكم لاحقون ونسأل الله للاحقون ونسأل الله لنا ولكم العافية. ورواية الترمذي ده ونحن خلفكم وأنتم سلفنا، أنتم سلفنا ونحن خلفكم. يعني دعاء قبور الرسول صلى الله عليه وسلم قف مرابي همنا يقول السلام عليكم أهل القبور، يعني أهل القبرستون مؤمن هاي مسلمون ها، ونحن بكم وإن شاء الله، يعني إن شاء الله تحقيقا ما بشما ها چه میآیم، ما هم نزد شما به یعنی دیر می نزدیک می بیایم و برای خود و برای شما ها چه می طلبیم؟ عافیت می طلبیم، سلامتی از عذاب و از مثلا چه می طلبیم؟ سلامتی می طلبیم. انا می نگفت که یعنی چه؟ سوره بقره خوان، سوره فاتحه خوان، نگفت. فهمید؟ اگر تأخیر البیان عن وقت الحاجه لا يجوز، اگر همین چیز ممکن می بود رسول صلی الله علیه و سلم فوراً مثلا این بیان میکرد که باید که چه؟ سوره فاتحه بخونه یا که سوره بقره، سوره اخلاص، سوره معوذتین خون گفته تعلیم میداد. نگفت. برای میگون جنده مثلا حدیث صحیحا نه ببینید که یعنی رسول صلی الله علیه و سلم صحابه هاش مثل که عثمان بن مظعون یکی من صحابی مهاجری که وفات کرد نخوان و امکش حمزه و رسول صلی الله علیه و سلم هر بار شهدای احد رفته زیارت میکرد، تلاوت نمیکرد این چیزایی. یعنی هم میگیم که تلاوت مثلا کردن سوره فاتحه خوندن ثواب میشد، هم ثواب نمیشد. ثواب میگیم که ثواب به من تو بهتر مثلا ثواب میبینیم یا که رسول صلی الله علیه و سلم ثواب میخواهد. چی جواب میشد؟ رسول صلی الله علیه و سلم. یا رسول صلی الله علیه و سلم کار نکرد، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم ثواب نمیخواست و یا که میدونست که هیچ کس ثواب نمیشد. جواب چی میشد؟ میدونست که هیچ ثواب نمیشد. همین چیز رسول صلی الله علیه و سلم برای چین کار ترک کرد؟ برای اینکه چیز جایز نه.